و مناظره بسیار مهمه که امروز در کلب قانون اساسی برگزار می شود همه را صمیمانه خوش آمد می گویم. نام من سورج دیویدی است. من سردبیر مجله هندی ایندیا تودی و لندن تاپ هستم و امروز مسئولیت گردانندگی و مدیریت این مناظره را نیز بر عهده دارم. قبل از آغاز اجازه بدهید روشن سازم که عنوان و موضوع این مناظره چیست. آیا خدا وجود دارد؟ این مناظره میان دو دانشمند برگزار می شود که نامهایشان آقای جاوید اختر و آقای مفتی شامل ندوی است. اجازه دهید چند نکته اساسی را برای هر دو طرف توضیح دهم تا این مناظره به گونه منظم و منسجم پیش برود، نه مانند سایر مناظره های مروج امروزه. می خواهم مناظره ای که مبتنی بر مطالعه، نوشتار و چارچوب اکادمیک باشد داشته باشیم. نخست این موضوع را برای شما توضیح می دهم که چارچوب این مناظره چگونه خواهد. ساختار آن چیست؟ در آغاز نوجوان و دانشمند مفتی ندوی به مدت 10 دقیقه دیدگاه ها و دلایل خود را برای شما مطرح خواهند کرد. پس از آن آقای جاوید اختر نیز به مدت 10 دقیقه سخنان خود را ارائه خواهند نمود. بعد از آن مرحله آغاز می شود که در زبان انگلیسی به آن ریبتل یا پاسخ متقابل گفته می شود. یعنی این که آیا شما با سخنان طرف مقابل موافق هستید یا نه. در دور دوم مناظره هر دو آقا هر یک 7 دقیقه وقت خواهند داشت. پس از آن دور دوم پاسخ متقابل شروع می شود که هر دو اشتراک کننده در آن 5 دقیقه وقت خواهند داشت. پس از آن گفتگوی رو در رو و پاسخهای متقابل میان هر دو دانشمند آغاز خواهد شد. برای این بخش ما تقریبا 16 دقیقه زمان در نظر گرفته ایم. البته این موضوع با ماهیت پرسش ها بستگی دارد که چند سوال مطرح خواهد شد. به همین دلیل ما به زمان بندی پایبند هستیم. پس از آن در بخش پایانی دوباره به هر دو اندیشمند فرصت داده می شود تا خطابه پایانی خود را ارائه کنند. بعد از آن به مهمترین بخش این مناظره می رسیم و آن این است که شما هزار و همچنان میلیون ها و حتی میلیاردها انسانی که این مناظره را از طریق اینترنت تماشا می کنند پرسش های خود را مطرح خواهند. بنابراین از شما که در اینجا حضور دارید تلاش خواهیم کرد تا برخی از پرسش هایتان را مطرح کنیم. برای این بخش 30 دقیقه زمان تعیین شده است. به این ترتیب این مناظره در مجموع در حدود 2 ساعت به پایان خواهد. 2 یا 3 نکته اساسی وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم. در هیچ شرایط نباید به احترامی شخصی صورت بگیرد. اینجا جای جنجال و هیاهو نیست، زیرا تمام دنیا در حال تماشا است و ما باید یک معیار و الگو ارائه کنیم. باید نمونه‌ای باشیم که نشان بدهد انسان‌های اهل مطالعه و نوشتار حتی با حفظ تفاوت دیدگاه‌ها و با وجود موافقت و مخالفت می‌توانند با احترام با یکدیگر گفتگو کنند. در اینجا استاد دانشگاه جواهرلال نهرو پروفسور پرشتم اگروال نیز حضور دارند. کسی که در صنف و ما آموخته بود شجاعت موافقت و همچنین خرد و درایت مخالفت و درست انجام دادن هر دو بسیار مهم است. نکته دیگر این است که این مناظره درباره یک دین مشخص نیست. این موضوع باید برای همه کاملا روشن باشد. این بحث نه برای بزرگنمایی یک دین است و نه برای کوچک جلوه دادن دینی دیگر. بنابراین اگر کسی با چنین انتظار این برنامه را تماشا می کند یا با این توقع به اینجا آمده است، لازم می دانم او را آگاه بسازم که چنین توقع به ناامیدی خواهد انجامید. ممکن است در جریان این مناظره از نمادها و مفاهیم دینی به گونه گسترده استفاده شود، اما همانطور که می‌بینید هر دو فردی که اکنون در برابر شما قرار دارند انسان‌های جدی، فرهیخته و محترمی هستند. آنها حتی شب گذشته برای صرف چای با هم دیدار داشتند و گفتگوی بسیار صمیمانه و شوخ طبعانه میانشان جریان داشت. حتی در میان آنها شوخی‌ها و مزاح‌های رد و بدل شد و عکس‌های نیز گرفته شد. این خود گواهی آن است که هیاهویی که در فضای اینترنت ایجاد شده بازتاب دهنده واقعیت رابطه این دو نفر نیست. با وجود این جنجال‌ها این دو اندیشمند با آرامش کامل و رفتار بسیار سنجیده برای انجام این مناظره حاضر شدند. بگذارید بحث‌های فضای توییتر در همان توییتر یا اکس باقی بماند. اما اکنون در آغاز این مناظره از این دو دانشمند می‌خواهیم که بحث را با آرامش، وقار و احترام متقابل آغاز کنند. البته نیاز به معرفی این بزرگواران نیست، اما ممکن است نیاز باشد. برای ما در روزنامه نگاری آموخته شده است که هیچگاه فرض نکنیم همه چیز بدیهی است. مفتی شامل ندوی صاحب دانشمند علوم اسلامی هستند.
ایشان از بنیانگذاران بنیاد وحیان در کلکته می باشند. تحصیلات خود را از دارالعلوم ندوة العلماء در لکنو به پایان رسانیدند. ایشان در شبکه‌های اجتماعی و در محافل عمومی در عرصه آموزش و فعالیت‌های فکری حضور فعال دارند و در حال حاضر در دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزیا در حال تکمیل دکترای خویش هستند. مسئله خوب این است که در کنار تدریس و بلاگ‌های سفر نیز می‌نویسند. و بلاگ ایشان درباره برج پتروناس را دیدم. در کنار ما همچنان آقای جاوید اختر صاحب حضور دارند. جاوید اختر صاحب شاعر، ادیب و ترانه‌سرا هستند. برای فیلم‌ها دیالوگ نوشته‌اند و ترانه‌های فراوان سروده‌اند. افزون بر این درباره اندیشه علمی، شک‌گرایی و نیز بیخدایی صحبت می‌کنند و دیدگاه‌های خود را به روشنی بیان می‌دارند. پس بزرگان و حضار محترم، پرسش اصلی این است: آیا خدا وجود دارد؟ پاسخ این پرسش را هر کس به روش خود جستجو می‌کند. برخی آن را در کشف ذره بنیادین، برخی در ذره خدایی می‌یابند و برخی دیگر در برداشت‌ها و مسیرهای متفاوت فکری آن را می‌پویند. برخی به جستجوی هیگز بوزون اشاره می‌کنند و برخی دیگر می‌کوشند پاسخ این پرسش را بیابند که در نهایت وجود چگونه به وجود آمد. چه اتفاق افتاد تا کتله به وجود آید؟ آیا از عدم به وجود آمد؟ پیش از آفرینش چی بود؟ پیش از زمان چی چیزی وجود داشت؟ و بعضی میگویند که همه این جستجوها در ذهن انسان جریان دارند. یعنی این که در روند طبیعت این پدیده چگونه تکامل یافت. امیدوارم که امروز بتوانیم به برخی از این پرسش‌های بنیادی پاسخ‌هایی به دست آوریم. اکنون پیش از همه از مفتی شامل ندوی صاحب دعوت میکنم تا به جایگاه تشریف بیاورد. سپاس و ستایش از آن آفریننده ای است که این جهان را با هدف و معنا پدید آورد. جناب محترم جاوید اختر صاحب، آقای سروش دیویدی و حضار گرامی، از همه شما برای حضورتان در اینجا سپاسگزارم. بحث امروز ما درباره آیا خدا وجود دارد است. موضوعی که از جمله موضوعاتی است که هر فرد نظر به موضوع فکری خود می تواند دیدگاه‌ها و برداشت‌های گوناگون و متفاوتی داشته باشد. بنابراین در آغاز این مناظره لازم است روشن بسازیم که در بحث امروز کدام معیار درست و کدام نادرست است. نخستین معیاری که من آن را درک می کنم این است که جناب محترم جاوید اختر صاحب با قاطعیت به سوی آن گرایش دارند. اعتماد به ساینس و این امر است که علم نمی تواند وجود خود واقعیت را اثبات کند یا وجود خدا را تایید یا رد نماید. من این سخن را از جانب خودم نمی گویم. این دیدگاهی است که خود متخصصان علم نیز بیان می کنند. اکادمی ملی علوم می گوید علم برای اثبات یا رد وجود خدا طراحی نشده است. چرا؟ زیرا علم بر شواهد تجربی استوار است و شواهد تجربی به جهان طبیعی و فیزیکی ما مربوط می شود. در حالی که خدا یک واقعیت غیری عادی و فراتبیعی است. از این رو نمی توانید با ابزاری که کارکردش بررسی واقعیت فیزیکی است یک واقعیت غیری عادی را بیازمایید. بنابراین در این مناظره علم نمی تواند معیار اثبات یا انکار وجود خدا باشد. به بیان دیگر، تلاش برای اثبات یا رد وجود خدا با تکیه بر شواهد علمی از اساس یک خطای مفهومی است. موضوع دوم می تواند وحی باشد. این که از طریق وحی ثابت شود آیا خدا وجود دارد یا نه. اما این موضوع نیز در بحث امروزی بی ربط است. چرا؟ زیرا وحی از دید من منبع معتبر معرفت است، اما از دید جناب جاوید اختر صاحب منبع معتبر معرفت محسوب نمی شود. بنابراین در مناظره امروز من حتی یک دلیل هم از متون یا کتاب‌های دینی ارائه نخواهم کرد تا برای آقای جاوید اختر صاحب غیر قابل قبول نباشد. سومین معیاری که می تواند مطرح شود مشاهده است. برخی می گویند اگر خدا وجود دارد او را با ما نشان دهید یا دست کم برای وجود خدا شواهد تجربی ارائه کنید. اما این در حقیقت استفاده نادرست از ابزار است. این مسئله دقیقاً شبیه آن است که آقای جاوید اختر از من بخواهند که شما جناب مفتی صاحب با استفاده از فلزیاب پلاستیک را نشان دهید، در حالی که پلاستیک با فلزیاب قابل شناسایی نیست. فلزیاب برای تشخیص فلز ساخته شده، نه برای تشخیص پلاستیک. پس نمیتوان ادعا کرد که چون فلزیاب قادر به شناسایی پلاستیک نیست بنابراین پلاستیک وجود ندارد. نه،
ابزار اشتباهی را استفاده میکنید. پس استفاده از ابزار نادرست نتیجه درست به دست نمیدهد. من میپذیرم که درباره وجود خدا نمیتوان با ابزارهایی که مخصوص جهانی مادیان داوری کرد. مطالبه کردن شواهد تجربی در اینجا در حقیقت نوعی فرار از بحث است و جناب محترم جاوید اختر صاحب از این مرحله عبور کردند. اکنون تنها یک معیاری که باقی میماند معیار عقل و منطق است. استدلال عقلانی و این همان معیاری است که بر بنیاد آن یا وجود خدا ثابت می شود یا انکار می گردد. اما چون این معیار بسیار مهم و حساس است، استدلال منطقی نیز باید قطعی بوده و مبهم نباشد. استدلالی که مانند 2 جمع 2 مساوی 4 بدیهی جلوه می کند و امکان رد منطقی وجود داشته باشد. برای نمونه اگر بگوییم جناب محترم سروش صاحب یک انسان است و همه انسان ها دارای ضمیرند، نتیجه چی می شود؟ پس سروش صاحب نیز دارای ضمیر است. این استدلال قطعی است یا مبهم؟ یک استدلال قطعی و معتبر است. مانند 2 جمع 2 واضح است. منطقت نمیتوان آن را رد کرد. پس اگر امروز جناب جاوید اختر صاحب بتوانند چنین یک دلیل عقلانی و شواهد منطقی ارائه کنند، من اعلام میکنم که یقینا آن دلیل را میپذیرم و درباره‌اش تأمل خواهم کرد. پس اگر امروز جناب جاوید اختر صاحب بتوانند چنین یک دلیل عقلانی و شواهد منطقی ارائه کنند، من اعلام میکنم که یقینا آن دلیل را میپذیرم و درباره‌اش تأمل خواهم کرد. اما در عین حال به عنوان یک پیش‌فرض روشن میگویم که هیچ کس نمیتواند چنین یک استدلال کاملا قطعی ارائه کند. ما دلیل ارائه میکنیم و دلیل قطعی و منطقی ارائه میکنیم. دلیلی که جهان تجربه پذیر و مادی نتواند آن را رد کند. اکنون بیایید یک مثال را در نظر بگیریم. از همه حضار خواهش میکنم یک سناریوی ساده را تصور کنند. من و شما در یک جزیره کاملا جدا افتاده هستیم. جزیره‌ای که پیش از این هیچ انسانی به آن پا نگذاشته است. در حال قدم زدن هستید که ناگهان پیش رویتان یک توپ به رنگ گلابی افتاده است. نخستین پرسشی که به ذهنتان میآید چیست؟ این که این توپ چرا اینجا هست؟ چگونه به اینجا آمده هست؟ چرا رنگش گلابی هست؟ می توانست رنگ دیگری هم داشته باشد. چرا این شکل را دارد؟ می توانست شکل دیگری داشته باشد. به صورت طبیعی ذهن شما به سوی وجود کسی می رود که آن کس این توپ را به این ویژگی ها مشخص ساخته و آن را در اینجا گذاشته است. زیرا می دانید که وجود این توپ لازمی و واجب نیست. می توانست وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد. اگر قرار بود وجود داشته باشد، به شکل و رنگ دیگری می توانست وجود داشته باشد. هرچند از نگاه نظری امکان تصادف نیز مطرح می شود. حتی اگر این توپ به گونه تصادفی هم به وجود می آمد، باز هم می توانست در شکل یا رنگ دیگری باشد. اکنون شما مفهوم این توپ را پای هم گسترش دهید. آن را بزرگتر و بزرگتر کنید. آنقدر گسترش بدهید تا به اندازه کائنات و جهانی هستی برسد. حالا بگویید آیا با بزرگتر شدن اندازه پرسش تغییر می کند؟ قطعا نه. پرسش هرگز تغییر نمی کند. هنوز هم همان پرسش باقی است. این کائنات از کجا آمده است؟ با این ویژگی های مشخص از کجا آمده است؟ چرا به وجود آمده است؟ چه کسی آن را ساخته است؟ این پرسش ها در آن حالت هم معتبر خواهد بود. اما اگر این پرسش را از جناب جاوید اختر صاحب بپرسیم، چون فکر ایشان بی خدایی هست، نه فقط از ایشان بلکه اگر از بسیاری از خدا ناباوران بپرسید که این کائنات از کجا آمده است، پاسخشان یا استدلال از جهالت است و یا هم جزمگرایانه است. یا میگویند که من نمیدانم از کجا آمده است، بنابراین خدا وجود ندارد که این استدلال از جهالت است، و یا میگویند که کائنات تصادفی و خود به خود به وجود آمده است. این که گفته شود خود به خود به وجود آمده است، به این معنا است که آن توپ نیز باید خود به خود به وجود آمده باشد. اما در مورد توپ چون این توضیح پذیرفتنی نیست که بگوییم خود به خود ساخته شده است، در حالی که همین توضیح را درباره کائنات به کار میبرند. ما می توانیم این را با واژه دیگری هم بیان کنیم: دوگانگی در معیار. نکته دیگری این است که جناب جاوید اختر صاحب حتما مثال خدای شکاف ها را مطرح خواهند کرد و خواهند گفت که در گذشته وقتی رعد و برق رخ میداد، مردم آن را به یک خدا نسبت میدادند و وقتی باران میبارید آن را به خدای دیگر نسبت میدادند، زیرا دلیل علمی در اختیار نداشتند.
اما این دیدگاه ما نیست و جهان بینی ما چنین نیست، زیرا درک فرایندهای طبیعی این مسئله را هرگز ثابت نمی کند که خدا وجود ندارد. من در ادامه به این موضوع باز خواهم گشت. شما نیز این را خواهید دید و من آن را توضیح خواهم داد. همچنین انتظار دارم که جناب محترم جاوید اختر صاحب استدلال‌های احساسی نیز مطرح کنند، در حالی که این خود یک خطای منطقی است. به ویژه زمانی که سخن از طراحی و نظم جهان به میان می آید. چرا؟ برای نمونه ایشان خواهند گفت اگر خدا وجود دارد چرا شر یا بدی وجود دارد؟ در حالی که من میگویم وجود شر نه تنها با وجود خدا ناسازگار نیست، بلکه در چارچوب الهیاتی قابل توضیح است و نفی کننده وجود خدا به شمار نمی رود. وجود شر خود دلیلی بر وجود خدا هست، نه دلیلی بر نفی آن. این استدلال به سود وجود خدا هست، نه به ضد آن. زیرا اگر خدا وجود داشته باشد همه ما در برابر او پاسخگو هستیم و اگر پاسخگو باشیم وجود شر لازمی است. بدون وجود شر مفهوم پاسخگویی معنا ندارد و اگر پاسخگویی در کار نباشد آنگاه می توان از جناب جاوید اختر صاحب پرسید پس رنج و درد در این جهان چرا وجود دارد؟ اگر خدا وجود ندارد پس رنج چرا هست؟ و آن کودکانی که پس از تحمل رنج جان می سپارند و خاموش از این دنیا می روند، آیا تمام درد و رنجشان به معنا خواهد بود؟ آیا همه رنج ها بیهوده تلقی می شوند؟ اکنون دوباره به همان مثال بازگردیم. اگر کسی از من بپرسد این توپ را چه کسی ساخته است و یا این توپ گسترش یافته را چه کسی ساخته است، خواهم گفت این کائنات و تمام اجزای آن ممکن الوجود هستند. ممکن الوجود و یا وابسته به علت بودن یعنی چیزی که وجودش به خودش متکی نیست بلکه به چیز دیگری وابسته است. پس روشن است که این کائنات ممکن الوجود هست. اگر کسی ادعا کند که چیزی در این دنیا وابسته به علت نیست، من از او درخواست می کنم تا نشان دهد چه چیزی در این کائنات ممکن الوجود نیست تا ببینیم و در این باره تأمل کنیم. بیایید خود ما نیز دقت کنیم که چون امور ممکن الوجود وجود دارند، بناهن بر اساس سلسله استدلال‌های فلسفی و طبق منطق هستی شناختی ناگزیر به نقطه‌ای می‌رسیم و به موجودی می‌رسیم که به آن واجب الوجود گفته می‌شود، یعنی وجودی که نبودن آن ممکن است. زیرا اگر چنین موجودی وجود نداشته باشد هیچ چیزی دیگری نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد، چرا که در واقع همه چیزها وجود خود را بر چیزهای وابسته بنا می‌کنند و همه این موجودات ممکن الوجود و واجب الوجود وابسته‌اند. اکنون اگر بپرسید پس آن موجود را چه کسی آفریده است؟ علت آن چیست؟ علت آن چیست؟ و این پرسش را ادامه بدهید. در این صورت وارد یک سلسله بی پایانی علل می شوید و این همان چیزی است که آن را مغالطه منطقی می نامیم. زیرا علل بی نهایت در سطح مفهومی قابل تصور است اما در واقعیت عملی قابل تحقیق نیست. برای مثال می توان درباره اعداد گفت که بی نهایتند، اما من سخن از مفهوم ذهنی نمیگویم بلکه از واقعیت عینی و عملی سخن میگویم. نشان بدهید که آیا یک تسلسل بی پایانی علل در واقعیت ممکن است یا نه. اگر ممکن باشد ما آن را میپذیریم، اما اگر ممکن نباشد تنها یک گزینه باقی میماند و آن این است که به یک واجب الوجود برسیم. واجب الوجودی که مستقل است، زیرا اگر وابسته می بود دیگر واجب و ضروری نمی ماند. این وجود مستقل ازلی و همیشگی است. اگر چنین باشد آنگاه ما به همان نقطه‌ای می رسیم که آن را واجب الوجود می نامیم. اگر آن موجودی ازلی و ابدی نباشد و آغاز داشته باشد پس خود آن ممکن الوجود خواهد بود. بنابراین ما به موجودی نیاز داریم که توانا باشد، زیرا برای تحقق بخشیدن به موجودات وابسته قدرت لازم است. همچنان به موجودی نیاز داریم که آگاه و دانا باشد، زیرا این کائنات با شکل‌ها و ویژگی‌های مشخص و معین بر اساس قوانین طبیعت به گونه‌ای دقیق سامان یافته است. تشکر. سپاسگزارم جناب. پس از ارائه این دلایل از جناب جاوید اختر صاحب خواهش میکنم تا خطاب دهند. آیا مایلند نشسته سخن بگویند؟
پیش از هر چیز میخواهم یک خبر خوب به جناب مفتی صاحب بدهم. دانش من درباره ساینس بسیار محدود است. پس لطفاً در این مورد نگران نباشید. اما یک نکته مبتنی بر عقل سلیم در ذهن من وجود دارد. ببینید، این تصور از خدا تصور تازه‌ای نیست. این اندیشه قرنها قدامت دارد. شاید بعضی ادیان 3000 ساله و یا 4000 ساله باشند، اما